با اجازه از عطر سنجد و مشک میخوایم 5 تا از ماندگارترین عطرهای کل تاریخ را برات معرفی بکنم. پس این ویدیو را لایک بزن و تا آخر ویدیو و اسلاید ها همراه ما باش. پنجمین عطر احساس العرب. احساس العرب روایت اصالت عربی است با ترکیبی از گرم، شرقی، چوبی و چرمی است. در تعریف عطر آمدن گفتن در یک اتاق تاریکی نمناک چرم را با وانیل میکس کرده باشی و با استفاده از این عطر من هم دقیق امی حس را تجربه میکنم. اسلاید بعدی. چهارمین عطر ماندگار تاریخ، ساواچ الکسیر. قدرت خالص است ساواچ الکسیر، تند، ادویه‌ای، مرکباتی و عمق استخدوس میشه گفت. و ساواچ الکسیر مردانگی خالص است، یک عطر مردانه خیلی عالی است. پیشنهاد میکنم حتما استفاده بکنید و این عطر میتونین شما 4 فصل ازش استفاده بکنید. اسلاید بعدی. سومین عطر ماندگار تاریخ عطر مگاموره است. مگاموره را شما تصور بکنین انفجار دریا را، یک رایحه خیلی سرد و به پایان. یکی از دوستای میاد استفاده میکنه وقتی میای فروشگاه من عطر فروش تا 2-3 ساعت بویش در مغازه ما هست و شما هم اگر خواستین از هر جای تهیه بکنین تاکید بکنین که کمپانی جوادان باشه و طراحی اورجینال شما بخواین ازش، گریت السیویشن نباشه. و اسلاید بعد. دومین عطر ماندگار کل تاریخ از نظر ما عطر امپریال نمبر 4 است. یک عطر خاص و با اصالت. نوت اولی عطر شفتالو و میوه های استوایی و نوت میانی عطر یک رایحه گرم و مخملی میشه و در پایان مشک و وانیل. این عطر برای کسایی است که میخواین متفاوت باشن نه مثل دیگران. و لایک حتما بزنین. اسلاید آخری. و اما ماندگارترین عطر کل دنیا و به اعتقاد خیلی ها لوکس ترین عطر کل دنیا، امبرنامت از برند لوکس لوی ویتون. روایح عطر شرقی چوبی، ترکیبی بی‌نظیری از روایح دودی، عودی، گل رز، عود و عنبر. 5 تا اسپری که از عطر به خودت بزنی 3-4 روز دیگه بویش هست روی لباست، باید لباس بکشی تا بوی عطر بره. و از هر جایی که شما خواستین عطر تهیه بکنین حتما تاکید بکنین که کمپانی بل آلمان طراحی اورجینالش را بر شما بده. و اگر هم میخواین که قیمت های این عطرها را بر شما ارسال بکنم کلمه ماندگار را همین پایین کامنت بکنین و دایرکت آن چک بکنین.